تا زمانی که با این باجناق سفید مفیدم تو این تابستون گرم لب ساحل هستم هیچ غمی رو ندارم. حاجی چقدر هوا گرمه، لاچاکم عرق کرد. پدر این کولر رو من روشن کنم؟ نه تو غلط میکنی روشن کنی پسر احمق. آخه خیلی هوا گرمه، از سر کار اومدم داره دهنم سرویس میشه. زر نزن، ما قدیما بدون کولر زندگی میکردیم. من برم بخوابم، نفهمم روشن کردی دهنتو سرویس میکنم. این دیگه کدوم خریه این موقع ظهر؟ حاجی باز کن درو، از گرما مردم. A few moments later. حاجی این کولر کوفتی رو روشن کن دیگه. ببین من که نمیرم کولر رو روشن کنم چون بابام درم میذاره. بعدشم مثل مجید باش، اونجا نگاه کن چقدر ساکت و مظلوم نشسته. جان زیدت روشن کن سیجی. خیلی خوب، وایسا من برم ببینم بابام خوابه این کولر رو روشن کنم. به به بالاخره خنک شدیم. خب دوستان الان میدونید چی حال میده؟ چی؟ اول زنگ بزن به سویت بیاد، بعد بهتون میگم برنامه امروز از چه قراره. وایسا من الان بهش زنگ میزنم. فقط آروم صحبت کن که بابام بیدار نشه. حله حاجی. الو. خوبت گفتم آروم صحبت کن احمق. A few moments later. چی میگین این موقع ظهر؟ الان میدونی دوره هم چه چیزی حال میده؟ آها الان یه سیگار میچسبه. بابا تو هم دهن ما رو گاییدی با این سیگار کشیدنت رایدر. بریم دختربازی. بابا تو این گرما سگ میره دختربازی مجید. بریم شمال. نه حاجی شمالو نیستم. خب احمق الان میگی چی کار کنیم؟ بیایید بشینیم یه دست فیفای شرطی بزنیم دوستان. ایده بدی نیست، بیاید بزنیم. خب مجید برو این پلی استیشن روشن کن که برق رفت خوره یه داره برقو. آخه تو این تابستون تو این هوای گرم برقو چرا قطع میکنن؟ گفتن روزی 2 ساعت برق میره. برعکس روزی 2 ساعت برق میاد، بقیه روزو برق نداریم. اینم از وضعیت کشورمون. من خار اون اداره برقو گای. این تابستون فقط امتحانات شهریور رو کم داشتیم. نمیذارن یک روز از زندگیمون لذت ببریم. همینجا وایسا بنزین بزنیم. داداش خسته نباشی یه چند لیتر بنزین برای ما بزن. چشم داداش. اوه حسین اسب. حسین اسب دیگه کدوم خریه؟ این خر نیست، اسبه. سیجی این حسین اسبه، یکی از گداهای معروف لوسانتاس. اگه پول خواست بهش نده، این وضعش از من و تو هم بهتره. اوکی داش حواسم هست. هی شما بچه ها یکم پول دارین بهم بدین؟ بیا بهت دول میدم. بهم پول بدین، میخوام برای خودم سیگار بخرم. من خودم پول سیگارمو از یکی دیگه میگیرم داش، تو میخوای از من بگیری؟ من برم یه نخ بکشم بیام. خب حداقل یه نخشم به من بده. بارا بابا حوصله تو رو ندارم دیگه. منم برم بشاشم زود میام. منم برم در مغازه. داش تو بنزین میزنی من برم یه زنگ به زیدم بزنم. A few moments later. خب مثل اینکه اینا هنوز نیومدن و کسی هم حواسش نیست. این اپراتور شل مغزم داره با زیدش باز لاف میترکونه پشت گوشی. منو مسخره میکردین ها؟ الان جوری با که بنزین تو یکی رو پر کنم سیجی که از اینجا تا رشت تخت گاز بری. وایسا ببینم این داره چه گویی میخوره. هی تو حرومزاده وایسا اینجا ببینم. راست میگه، چه غلطی داری میکنی؟ من هیچ کاری نکردم. وایسا اینجا ای گدای جاکش.
آجی امروز خیلی کیف داد، دردسر زیادی نداشتیم. پدرم رفته به دهاتمون، الان زیر کولر اشغال میکنیم. من برم درو باز کنم ببینم کیه. هی شماها به چه جرأتی بابای منو زدین؟ حاج سعید گوه خوردم ناموسن، نمیدونستم حسین اسب، نه چیز ببخشید، حسین آقا پدر شماه. پسرم اینا همونایی بودن که تو پمپ بنزین منو مفبر کردن. دهنشونو سرویس کن، مخصوصا اون سیگه. بچه ها بدبخت شدیم. سعید بچه باز اینجا چی میخواد؟ دوستان این حسین اسب مگه بچه داشت؟ راست میگه، اسب مگه زن داره؟ فکر کنم قراره امروز یک یعقوب جمعی بزنیم برای سعید بچه باز. منو دعوت نمیکنه خونه عزیزم؟ حاج سعید فقط میتونم بگم گوه خوردم. در سرای تابستون کم بود، سعید بچه بازم اضافه شد. نگران نباش بابا، همون جوری که باد خشن رفتار کردن منم همون جوری خشن. خب بچه ها دمتون گرم که این ویدیو رو دیدین. اگه دوست داشتین لایک و کامنت و ساب و بمالید، عشق من دوستون دارم. حتما نظرتون راجع به این ویدیو بهمون بگین و ایده چیزی هم داشتین داخل کامنت ها برامون بنویسید. تا یه ویدیو دیگه، فعلا بچه ها.